در ادامه موضوع چرا اینطوری دعوا میکنیم رسیدیم به مراحل دعوا و مشاجره. دعوا و مشاجره 3 مرحله داره. مرحله اول طرح مسئله است. جایی که ما موضوع رو مطرح میکنیم و هر کدوممون نگرانی هامون رو هم بیان میکنیم. مرحله دوم متقاعد سازیه. مرحله‌ای که تلاش میکنیم طرف مقابل رو متقاعد کنیم تا با ما همسو بشه. و مرحله سوم توافقه. جایی که میخوایم به یک سازش و راهکاری برسیم. سبکای تعارض ما کجا با هم متفاوتن؟ تو مرحله دوم، یعنی مرحله متقاعد سازی. فرض کنین یه زوجی سر پول و پسنداز با هم دعوا دارن. آقا ولخرجی میکنه، خانم استرس میگیره. این زوج اگر تایید کننده باشن احتمال داره دعواشون این شکلی باشه. تو مرحله اول یعنی طرح مسئله، خانم میگه دیشب داشتم حسابمون رو بررسی میکردم و متوجه خرجای اضافی زیادی شدم. آقا میگه خب آره برنامه سفر داریم و بچه‌ها همه به کیسه خواب نیاز داشتن. خانم میگه انگار همیشه چیزی برای خرج اضافه هست. دائم میگیم میخوایم پسنداز کنیم و هیچ وقت این کار رو نمی کنیم. آقا میگه کوتاه بیا، واقعا ما این همه خرج میکنیم؟ میدونم باید کم پسنداز کنیم ولی یعنی هیچ تفریحی نداشته باشیم؟ تو مرحله دوم یعنی متقاعد سازی، آقا میگه تا حالا چیزی راجع به عمو برودی بهت گفتم؟ هیچ کس نمیدونست که اون مولتی میلیونره. برودی فقط پسنداز میکرد. وقتی تو سن 50 سالگی سکته کرد و مرد معلوم شد 5 میلیون دلار پسنداز داشته و هیچ وقت 1 سنتش رو هم خرج خودش نکرده. توی یه آپارتمان نقلی زندگی میکرد، هیچ وقت سفر نمیکرد، شغل عالی توی شرکت مایکروسافت داشت، کلی هم سهام داشت اما هرگز لذتش رو نبرد. خانم میگه درسته، اما مامان بابای منو چی میگی؟ اونا دائم چیزای الکی میخریدن، بعد وقتی واقعا چیزی رو لازم داشتن پولش رو نداشتن. همیشه از همه چیز عقب بودیم، خیلی استرسا بود، دیگه نمیتونم اونجوری زندگی کنم. مجبور نیستم مثل عموی تو زندگی کنم اما میخوام پس انداز کنم. آقا هم میگه از اینکه شبانه روز راجع به پول فکر کنم و صرفه جویی کنم متنفرم، نمیخوام اونطوری زندگی کنم. تو مرحله سوم یعنی مرحله توافق، خانم میگه نمیتونی هر وقت دلت خواست برای هر چی خواستی پول خرج کنی. لازمه یه برنامه‌ای برای خرج کردنمون داشته باشی. آقا میگه تلاشمو میکنم اما نمیتونم با این هفته هیچی خرج نکن کنار بیام. خانم میگه چطور روی یه مقداری توافق کنیم، اونو اول هفته از حسابمون بیرون بکشیم، هر وقت تموم شد دیگه خرج نکنیم. این زوج تایید کننده یکم تنش دارن اما آرامش خودشونو حفظ میکنن. هر کدوم نگرانی هاشونو بیان میکنن اما بعد تو مرحله متقاعد سازی زمان زیادی و صرف بررسی احساسات عمیق‌تر در مورد پول و امنیت نمیکنن. میخوان زودتر به یه راهکاری برسن ولی چون درباره مشکلات زیربنایی صحبت نکردن ممکنه نتونن به این راهکار پایبند بمونن. شاید ماه‌ها بعد که باز حسابشون با کسری روبرو بشه دوباره همین بحثا رو داشته باشن. حالا ببینیم زوجهای دیگه تو این وضعیت چی کار میکنن. زوج تعارض‌گریز همین دعوا رو بعد از مرحله طرح مسئله تموم میکنه. هیچ وقت وارد مرحله متقاعد سازی نمیشه. در عوض روی نقاط مثبت زندگیشون تمرکز میکنن و به همدیگه اطمینان میدن که واقعا نیازی نیست نگران موضوع باشن. مثلا آقا میگه الان خیلی پسنداز نداریم اما ما هر دو توی کارمون موفقیم، قراره به زودی ترفیع بگیریم، احتمالاً به زودی میتونیم شروع کنیم به پسنداز کردن. خانمم میگه آره درست میگی، وضعمون خوبه، خونه هم که داریم، حتی اگه بتونیم روی خونه وام بگیریم پرداخت قسطای وام خودش نوعی حساب پسندازه. زوج بی‌ثبات به ندرت برای طرح مسئله انرژی مصرف میکنن. اینا مستقیما با متقاعد سازی شروع میکنن. خانم میگه میبینم که وسایل اردو خریدی با اینکه بهت گفته بودم این ماه کم میاریم، کی قراره پسندازو شروع کنیم؟ آقا میگه صبر کن داستان عمو برودی خودم رو برات بگم، بعد شروع میکنه داستان رو تعریف کردن. خانم میگه فرض کنیم برودی آدم احمقی بوده، فقط چون اون در قبال پولاش حماقت به خرج داده ما نباید اصلا پسنداز کنیم؟ بی‌ثبات ها فوراً درگیر بحث و مشاجره میشن. به نظر اونا متقاعد سازی تنها بخش مهم دعواست. پس جای دیگه ای که سبک تعارض متفاوت شما و همسرتون میتونه مشکل ساز باشه تو مراحل مختلف دعواست.
زوج تعارض گریز هیچ تلاشی برای متقاعدسازی انجام نمیده. زوج تایید کننده اول مشکلات رو مطرح میکنه اما خیلی سریع وارد مرحله توافق میشه و زوج بی‌ثبات اصلا با متقاعدسازی شروع میکنه. در نهایت جان گاتمن معتقد سبک تعارض شما در طول زمان تکامل پیدا میکنه و اینکه سبک تعارضتون با هم متفاوته به این معنی نیست که رابطتون محکوم به شکسته. میتونید یاد بگیرید که انعطاف به خرج بدید، اما مهمه بپذیرید که همه ما این سبک‌های اولیه ریشه‌دار و محکم رو داریم که همیشه مخصوصاً تحت فشار میشه سبک پیش‌فرض ما. بنابراین چه سبک تعارضتون با همسرتون هماهنگ باشه و چه ناهماهنگ، راجع به اون باید با هم صحبت بکنید. سبک تعارض متفاوت جواب این سواله که چرا اینطوری دعوا میکنیم. تو ویدیو بعدی راجع به این موضوع صحبت میکنیم که اصلا سر چی دعوا میکنیم.